سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان و دوستانی که در کانال الگو استار در خدمتشون هستیم. ما اینجا قول دادیم در مورد الگوریتم لورنسیان کلاسیفیکیشن که نسخه اصلیش در تریدینگ ویو هست صحبت کنیم و در واقع اقتباس اون اعلام کنیم. از اینجا اقتباس کردیم و این کد رو با یه سری از در واقع جزئیاتش کم کردیم و اونجایی که برامون قابل درک و فهم بود اومدیم بازنویسی کردیم در پایتون. این الگوریتم در واقع هدفش اینه یه سری از تحلیل‌های تکنیکال رو، روش‌های تحلیل تکنیکال یا ایندیکیتورهایی که همیشه دچار تأخیر هستن و همزمان نمیتونن یه سیگنال رو در واقع منتشر کنن، اومده این از الگوریتم‌های ماشین لرنینگ استفاده کرده مثل KNN و ENN. اومده این کراس والیدیشن رو اومده این در واقع با مدل بک تست کراس والیدیشن که ما بعداً به این الگوریتم اضافه کردیم میاد پیش بینی میکنیم. ما توی این الگوریتم از نامپای، پانداس، ماژول‌های معروف پایتون و ما در واقع کتابخانه مهم اسکیلرن که ما در واقع ماژول‌های ماشین لرنینگ در پایتون هستن استفاده کردیم. TA همینطور تکنیکال آنالیسیس استفاده کردیم. متاتریدر 5 برای ارسال سفارشات و متپلات برای نمایش تصویر اومدیم استفاده کردیم و خدمتتون عرض کنم که این پیغام ها رو، سیگنال ها رو در کانال تلگرام سیگنال دی تریدینگ الگوریتم ارسال میکنیم. این بیشتر در واقع یه جنبه آموزشی بوده برای پیاده سازی این الگوریتم در پایتون، یه کار آموزشی بوده. اینجا ساعت رو تغییر میدیم، ریکوست میکنیم برای ورود. یه سری تعاریف تکنیکالی مثل RSI، ADX و ATR رو اومدیم از کتابخانه TA گرفتیم با رولینگ ویندو 14 روزه، یعنی با تایم فریم 14 روزه و اومدیم داریم بر اساس اینها این فاصله رو با که تابع لورنسی، فاصله لورنسی داریم در واقع اصلاح میکنیم این فاصله رو و یه تابع سیگنال خرید و فروش براش نوشتیم. این موضوع در واقع بسیار بسیار از اهمیته که ما در واقع برای سیگنال دادن اولین چیزی که برامون مهمه اینه که بفهمیم آیا چرخه‌ای که در واقع باز شده بوده اول یه لحظه یه تایمی ما شروع میکنیم دیگه، برامون مهمه ببینیم این تایم چرخه قبلی از خرید یا فروش باز بوده. بنابراین یه تعریف چرخه درست کردیم. چرخه خرید، سایکل استاتوس باز و بسته برای خرید و فروش و اومدیم یه سری تعریف گذاشتیم که اگر در واقع پلاس دی آی بزرگتر از ماینس دی آی باشه و ای دی ایکس بزرگتر از 25 باشه این سیگنال خرید، آرسای بزرگتر از 50 باشه و برعکسش برای فروش. این اطلاعات رو ما با لیبلینگ اوپن های لو کلوز والیوم در واقع داریم فچ میکنیم از کتابخانه بینگکس، صرافی بینگکس و داریم این اطلاعات رو مارکت پرایس رو 1 دقیقه آخر رو داریم ما بروز میکنیم. اگر دقت کرده باشید اینجا ما داریم یه تایم فریم 1 دقیقه رو برای 1000 تا 1 دقیقه قبل رو داریم میگیریم و بر اساس این تابع 1 دقیقه آخر رو با داده های جدید بروز میکنیم. بعد از اینکه بروز کردیم فورکست میکنیم و اگر پیش بینیمون کمتر از صحتش کمتر از 57% بود ما جلوی اون سیگنال رو برای انتشار میگیریم. لذا کل این فرایند رو در واقع پلات میکنیم، بک تست میکنیم و نکته مهمش اینه که میبریم داخل حلقه و در هر لحظه اون فیچرامون رو توی حلقه داریم تست میکنیم، پلاس دی آی، ADX، RSI و داریم با مدل KNN داریم نزدیکترین فاصله برای کراس این متغیرها رو که با همدیگه همزمان یه سیگنال میدن رو پیدا میکنیم و داریم بک تست میکنیم و بک تستمون هم بردیم تو حلقه و هر 1 دقیقه یک بار ما داریم دیتا رو بروز میکنیم به توجه به تایم فریممون و 80 به 20 داریم تست در واقع ترین اند تست میکنیم، 80% ترین 20% تست و هر 1 دقیقه بار این کار رو در واقع انجام بدیم. تفاوت اصلیش با اون متا تریدریه که
اگه به خاطرتون باشه تا حالا تو نسخه 5 که پیشرفته ترین بود شما باید بازه زمانی رو انتخاب میکردی برای بک تست و فوروارد تست و این میومد به صورت رندوم 20% از بهترین نتایج رو تو فوروارد تست استفاده میکرد و به شما میگه این مقادیر مثلا خوب، حالا شما یه ماه دیگه میتونید از اون استفاده کنید. ما این فاصله رو با این مکانیزم به 1 دقیقه رسوندیم، بنابراین هر 1/10 ثانیه این حلقه تکرار میشه. حالا میخوایم اجرا کنیم حلقه رو. اینجا حلقه رو اجرا میکنیم، عنایت بفرمایید. الان یه نمودار باز میشه، تو اون نمودار سیگنال خرید فروش رو میتونید ببینید و اینجا نکته‌ای که من میخوام 2 تا توضیح بسیار بسیار مهم برای شما بدم. ببینید اینجا در واقع همین نقطه رو اگر عنایت بفرمایید که فلش سبز خرید داره، شما عنایت بفرمایید اینجا بعد 1 دقیقه تأخیر، اگر دقت کردین تو کد یه دیلی داره فورکست بعد 1 دقیقه وای میسه ببینه آیا بعد از اینکه سیگنال کرد بالا رفته یا نه، بعد سیگنال میکنه. دقت کنید همه متغیرهای توابعی که فیچرهایی که تعریف کردیم اتفاق افتاده، بعد قیمت افزایش کرده. 2 تا موضوع است. موضوع بسیار مهمی که هست، اولا پوزیشن سایزینگ این الگوریتم. این الگوریتم ما براش این نرم افزار پوزیشن سایز خیلی ساده نوشتیم، در واقع به جور از تکنیک فیبوناچی استفاده کردیم برای پوزیشن سایز کردنش. میایم 1000 تا در واقع $1000 میگیریم، یه لورج 20 میذاریم برای این و شروع میکنیم در واقع نتایج محاسبه شده برای اهرم 20 رو به ما میگه استپ اول شما $2، استپ دوم 5.26 سوم، یعنی هر یه باری که یه سیگنال میده شما این افزایش میدید. حالا نکته اصلی میگی آقا من 5 پله افزایش دادم، مثلا مجموعش شد چه میدونم $60 $58 هر چقدر. این مجموع این چقدر کی من بیام بیرون؟ من میگم شما میتونید 1 به 1 تست کنید، به محض این که مجموع کل پوزیشناتون به اندازه کل مارجینتون رفت میتونید تک پرافیت کنید بیاد بیرون. یه نکته بعدی هم این که اینجا اگر دقت کرده باشید در بین اینا سیگنال فروش هم داده. شما تو کانال تلگرام میتونید هم سیگنال خرید و فروش رو با هم کلیر کنید، هم سیگنال رو جدا جدا با این پوزیشن سایز باز کنید و با هم ببندید، یعنی همزمان میتونید هم خریدا رو باز کنید هم فروشا رو باز کنید. بنابراین احتمالاً یه سریاش استاپ بخوره، یه سریاش تک پرافیت میشه و این میتونه کمک کنه به شما برای بهینه کردن پورتفولیوتون. من با این الگوریتم تقریبا تو مسابقه فاندکس 5% تو 15 روز وقت خیلی کمی هم گذاشتم. من با این الگوریتم گرفتم و توی کانال تلگرام نتایج ریز معاملاتش هست با درودان 0.3%. لذا به نظر میرسه و برای آموزش و این اصل این ایده برمیگرده به این که ما ایرادهای تحلیل‌های تکنیکال میتونیم با خدمتتون عرض کنم که ماشین لرنینگ بگیریم و قبل از اجرا یه هوش طبیعی رو بذاریم پشت یک ماشین، بعد از یک ماشین لرنینگ برای فیلتر کردن سیگنالامون. امیدوارم که در واقع مورد نظرتون باشه. من اینجا این که میبندم، حالا میریم ببینیم بک تستش چقدر بوده. اینجا 1000 رو تو 1001 دقیقه گذشته $1001 سود کرده بدون اهرم. اینجا داره بدون اهرم محاسبه میکنه، بنابراین $10,001 سود کرده. حالا میتونیم مثلا برای افزایش کیفیت تایم فریم این رو تغییر بدیم. تایم فریم این رو از 1 دقیقه بذاریم مثلا 5 دقیقه، ببینیم تو 5 دقیقه چه اتفاقی میفته. البته من با اون تعریفی که برای شما در مورد بستن باز و بسته کردن و پوزیشن سایز گفتم اینا رو تو بک تست اضافه نکردم. من فقط اومدم تو در واقع تابع بک تست خرید و فروش ها رو با هم دیگه بستم. بنابراین اگری بتونم به یه عدد سود دی برسم میتونه با اون پوزیشن سایز در واقع اهرمی که توضیح دادم سود خیلی خوبی رو از این بازار کسب کنم. همونطور من خودم این کار رو انجام دادم. لذا شما میتونید از این در واقع سیستم استفاده کنید. اینجا رو نگاه کنید، اینجا یه بای داده، یه سل لاتا رو نگاه کنید، به ترتیب میتونید پوزیشن سایز افزایش بدید، اینجا میبستید همه رو. دوباره اینجا بای داده، اینجا سل. بنابراین شما میتونید از این الگوریتم استفاده کنید و خیلی میتونه براتون مفید باشه. و من حالا میرم سراغ در واقع بک تست، ببینم بک تستشه. در واقع $2. خب شنبه و یه شنبه است و این در واقع طلای نقدیه به تتر. من میتونم برای آزمایش اینجا از
متغیر BTC استفاده کنم. ببینیم با بیت کوین چه بک تستی داریم. خب ببخشید فیلم داره طولانی میشه، آپلود کردنش هم مقدار با توجه به اینترنت ها سخت میشه. من سریع موضوعات رو یکی یکی توضیح میدم و میرم جلو. منتظریم تا بک تست کنه، پلات کنه سیگنال رو توی 1000 دقیقه قبلی. ببینید این تو بیت کوینه، سل بای اینجا دوتا بای، دو پله، بعد دو پله میره رو سود. اینجا میشه با هم ببندی، میشه نه بایاشو گرفت، همینطور پله ها رو افزایش داد. و در واقع مهمترین نکتهش اینه که بچه‌ها شنبه ها معامله نکنید. این از اینجا تا اینجای موضوع. در مورد پوزیشن سایز هم صحبت کردم. حالا در مورد نمایش معاملاتی که من با این انجام دادم رو به شما عرض میکنم. بک تست رو اول ببینیم. اینجا در واقع $1010 به ما فاینال بالانس داده، $10 سود داده که بدون اهرم محاسبه میشه. خب به نظر من در واقع عدد مناسبیه.